مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ در توکیو با شرکت حدود 450 ورزشگر از 65 کشوری 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه خواهد کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 4 نفر شاملند. در روز اول مسابقات 2 دکبر سهراب باقیف در وزن زیر 60 کیلو وارد رقابت می شود. در روز دومی مسابقات 3 ورزشگر دیگری تاجیک اکمل مرادف در وزن زیر 81 کیلو، کامرانشاهی اوستاپیریان در وزن زیر 90 کیلو و سعید جلال سعیدов در وزن زیر 100 کیلو رقابت میکنند. کامرانشاهی اوستاپیریان پهلوان نامدار تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خوشحالی کرد که در مسابقات مختلف بین المللی شرکت می‌ورزد. وی افزود: من فخر میکنم که اولین تاجیکی که در این رشته جودو به عنوان گرفتن قهرمان آسیا به من میسر گردید. ما باید ورزشکاران شکر استقلالیت کنیم، چون که هر یک ورزشکار میتواند که دولت خود را نمایندگی کند